بچه عزیز حالتون چطور؟ من امیر گیمر هستم. خوش اومدین به یه ویدیو. تو این ویدیو اومدیم که چالش از روز اول تا روز سوم ماینکرافت رو بریم. خب برای بچه بعد من ویدیو گرفته بودم در مورد، ولی ویدیو ماینکرافت فیک و ماینکرافت اصلی. خب برای بچه ماینکرافت اصلی تازه دانلود کردم و میخوام با ماینکرافت اصلی براتون بگیرم. از الان تا روز 100 رو ما شروع میکنیم، میریم از زیر زمین میتونیم چه قصری بسازیم. و برایش تو ویدیو قبلی که GTA بود، GTA گذاشتم مودهای GTA. شما فکر کردین که من دستگاه رو وصل کردم به گوشی و دارم با اون چیکار میکنم، دارم با دسته بازی میکنم، ولی اشتباه نکنید. من ویدیو رو گذاشته بودم، دسته رو از الکی چیز کرده بودم که مثلا دارم بازی میکنم. میخواستم به شما بگم، یادم رفت و من توی این ویدیو دارم بهتون میگم. میخواستم سورپرایزتون کنم و بریم سراغ ویدیو. خب برای بچه بریم سراغ ویدیو. من تصویرم رو بیارم. شرمنده من تصویر رو نیاوردم، تصویر رو بیارم. خب برای بچه من بذارم تصویر رو اینجا. خب بریم سراغ ویدیو. واسه این چیز کوچیک ما چیا میخوایم؟ بعد اول بکنیم یه ذره رو یه جا بکنیم، اول اتاق رو درست کنیم. نظرمه من یه ذره از اینجا رو بکنم که شب و روز رو معلوم کنه، که ببینیم شب شده یعنی روز. اگه شب بشه بخوابیم و صبح بشه میشه روز اول تموم میشه. بعد بریم روز دوم تا 100 روز. این ویدیو فکر کنم یه 20 دقیقه طول بکشه یا بیشتر حتی. خب بریم ما بکنیم برابچ. من اینجا رو بکنم. خب بعد تا همینجا که نه، ولی خب این دیگه کامل اینجا تا اینجا فعلا. اینجا رو من بکنم ببرم تو قشنگ یه اتاق بزرگ. اول اما اتاق شروع میکنیم. بکنیم اتاق رو ببینیم. حالا دیگه اصلا پذیرایی شد دیگه، اصلا تصور نمیکنیم. ما اینجا میخوایم استخر قرار بدیم دیگه، زمین کشاورزی همه چی قرار میدیم. حالا بریم ببینیم. من این ویدیو رو استوب کنم برای بچه تا بله دیگه بریم ببینیم. خب برای بچه ما تا اینجا رو اومدیم. فعلا فکر کنم این واسه اتاق اینجا خیلی خوبه، یعنی بزرگه. از اینجا من درش رو میذارم میام اینجا میشه اتاق، یعنی از اینجا تا اینجا کلا میشه اتاق. و بعدم فکر کنم خوبه دیگه. آره جاشم خوبه. بعد دیگه من برم اتاق کامل اتاق رو تموم کنم، بیام بهتون نشون بدم. بعد بریم سراغ پذیرایی و حال و دستشویی و استخر و زمین کشاورزی. من تا میخوام تو این زیر زمین حیاتم بزنم. اگه دوست داشتین حتما این زیر کامنت کنین که پارت 2 رو برم، ولی نه دیگه تو زیر زمین. مثلا یه خونه کوچیک به یه قصر خونه کوچیک رو به قصر تبدیل کنم. حالا بریم ما اینو تموم کنیم برگردیم. برای اینجور که ملاحظه میکنین شب شده و ما بریم بخوابیم. روز اول به خوبی برامون تموم شد. حالا بریم واسه روز دوم. روز اول. خب بچه من تصویرم رو بیارم. روز دوم فرا رسید. بله برای بچه روز دوم فرا رسید. اینها این صبح شده و میریم واسه روز دوم. من بهتون اتاق نشون بدم تا کجا رسوندم. فعلا سقف رو دارم میزنم، بعد برم دیوارا رو، بعد کف رو بزنم، بعد لوازما رو بذارم و بعد بریم ببینیم چی میشه. امیدوارم یه چیز خفن بشه. بریم.
خب برای بچه من تصویر رو نمیذارم چون میخوام همین الان ویدیو رو دوباره استوب کنم که میخواستم بهتون نشون بدم. الان شب چرا اینجاست؟ شب شده و روز دوم هم تموم شد. میریم واسه روز سوم. بدرود. روز دوم. خب برا روز شده. ای بابا روز شده و ما باید دوباره شروع کنیم واسه ساختن اتاق. بریم. خب برای من تصویرم رو بیارم. خب برای اتاق تموم شد خوشبختانه. اتاق هم بزرگه هم خوبه. بریم اتاق رو ببینیم. اول نکنیم. اتاق از این قراره که اینجا من تخت رو گذاشتم، لوازم ها رو گذاشتم. اگه اتاقم خوبه یک تا به اتاقم نمره بدیم. خب اینجا هم لباس ها فعلا تا اینجا خوبه. فکر کنم شبم شد. داره نه روزه. خب برای به اینا حتما نمره بدین. بعد من اتاق رو تمام کردم. نظرم تا همینجا ویدیو بس. بعد من به پارت بعدی میرم سراغ حال. دیگه گفتم همه رو توی ویدیو نگیرم، چون هم من خسته میشم هم شما خسته میشین. پس تا الان خوبه دیگه. این از اتاق. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوست داشتین اول لایک کنین، سابسکرایبمون کنین، زنگوله رو هم بزنین، ویدیو گذاشتیم در جریان باشین. خدا نگهدار.